ایران سرزمینی است با گوناگونی‌های فرهنگی و قومی، اما همین گوناگونی در چارچوب یک چهرگی ملی مشترک شکل گرفته و به استواری کشور کمک کرده است. از دکتر میرسعیدی دعوت کرده ایم تا درباره ایران و اقوام آن سخن بگوید. درود بر ملت قهرمان ایران، درود بر رضا شاه دوم شاه ایران و درود به هموندان حزب پادشاهی ایرانیان. من سالها پیش که برای اولین بار در جلسه‌ای در امریکا شرکت می کردم، فرمی در اختیار من گذاشتن که یکی از سوالات این بود که نژاد من چیه و قومیت من چیه. اون روز برای اولین بار برای من سوال بزرگی شد که چرا کسی در مورد قومیت من میپرسه؟ چیزی که صدها بار بعد از اون تکرار شد و هر باره یک سوال برای من مطرح کرد. در بیش از 30 سال زندگی در ایران هیچ وقت کسی از من در هیچ جلسه رسمی از قومیت سوال نکرده بود. این باعث شد که تصمیم به بررسی و مطالعه انواع اقوام ایران و چرا ما در ایران قوم رو برتر بر ملت نمیدونیم انجام بدم و در این مطالعات یاد گرفتم که در ایران اقوام مختلفی کنار هم زندگی میکنن و با هم یک ملت رو ساختن. ما اقوام مختلف نیستیم، ما هموطنان جاهای مختلف ایران هستیم که با هم یک کشور، یک ملت و یک هویت رو ساختیم و اون هویت ایرانی ماست. هر بار که در هر شهر و کشوری در دنیا صدای آشنای فارسی رو میشنوم، بدون اراده و بدون هیچ درخواستی به اون همکار و دوست و هموطن خودم درود میفرستم، چون ما یک چیز مشترک داریم: ملیت ایرانی. من یاد گرفتم که ما در ایران، در گوشه های مختلف ایران، اقوام مختلفی برای چندین هزار سال داریم. من یاد گرفتم که ما کرد داریم. کردها در شمال غربی ایران از نیروهای مهم و دفاع مهم در برابر دشمنان ایران زمین بودند. من یاد گرفتم که تاریخ و فرهنگ و سنت زیبای کردها یک قسمت جدا نشدنی از ملیت ایرانی است. من یاد گرفتم که آذری‌های ایرانی که در منطقه شمال غربی ایران زندگی می‌کنند و به مرور در جاهای مختلف ایران زمین ساکن شدند، جزء جدا نشدنی از کشور و سرزمین ایرانند. من یاد گرفتم چگونه در تاریخ ایران، چطور در سیاست ایران، چطور در اقتصاد ایران نقش بسیار مهمی داشتند. من یاد گرفتم که لرهای ایران چگونه نقش بسیار مهمی در دفاع در برابر تهدیدهای خارجی در عرض چندین هزار سال گذشته داشتند. من یاد گرفتم که زن قشقایی چطور در کنار کارهای روزانه قسمتی از دفاع و حفاظت از مرزهای ایران و حفاظت از هر گونه اقدام نادرست در کشور ایران داشتند. من یاد گرفتم که گیلانی ها، مازندرانی ها، تالش ها چگونه در برابر تهدیداتی که از شمال ایران در دوره زمانی چند هزار ساله وجود داشت مقاومت کردند و چه ایثارها کردند. من یاد گرفتم ترکمنها چگونه در
حفاظت از ایران و در عین حال نقش‌های بسیار مهم در اقتصاد و همکاری با کشورهای شمال ایران داشتند. من یاد گرفتم که حتی تک تک این اقوام مختلف در عرض هزاران سال چگونه نقش سیاسی و علمی و همچنین کشاورزی در ایران داشتند. من یاد گرفتم که ایران اقوام نیست. ایران یک ملت بزرگه، یک ملتی که همیشه بوده، همیشه خواهد بود و به زودی به شکوهی که انتظارشو داریم خواهد رسید. درود بر ایران، درود بر شاه ایران، پاینده ایران، جاوید شاه.